خانه ادیبان در دوشنبه و مجسمه بزرگان خلق تاجیک فارس در اینجا هستند. میرزا ترسونزاده، ابوالقاسم لاهوتی، عبدالرحمن جامی، عمر خیام، ابوعلی ابن سینا، ابو عبدالله رودکی، این شعرها در اینجا نوشتگی هستند. ابوالقاسم فردوسی، سعدی شیرازی، حافظ شیرازی، صدرالدین عینی، مکسیم گورکی. در مرکز شهر زیبای دوشنبه، قلب تاجیکستان و مرکز تمام آریای زبانان دنیا می باشد. بزمگاه جشن جمشیدی نگر، تاجیکستان جوان آمد برون. حبذا نوروز رستاخیز عشق، می باید شرف ما و